سلام، خبرهای روز را از رادیوی آزادی تقدیمتان میکنیم. در یک حادثه ناخوش در کارخانه طلای زرافشان یک کارگر به هلاکت رسیده است. حادثه روز 22 ایل رخ داده. رادیوی آزادی نو جزئیات آن را به دست آورد. دو منبع آگاه از حادثه روز 3 ایل با شرط فاش نشدن نامشان به رادیوی آزادی گفتند علیبک قناعتوف 28 سال داشت و راننده ماشین بارکشی دولن بود. او زیر سنگ مانده جان باخته است. در نوار و عکس‌هایی که به دست رادیوی آزادی رسید دیده می شود که یک گروه از کارگران پیکر یا جسد جوان را از داخل ماشین بارکش برآورده به ماشین یاری تجهیزی می‌گذارند. در نوار دیگر لحظه فرآمدن سنگپاره دیده می شود. همصحبتان رادیوی آزادی گفتند که این جوان 3 ماه پیش با شرکت شرطنامه بسته به کار آمده بود. طبق اطلاع دریافتی رادیوی آزادی، علیبک قناعتوف ساکن دهه سوجینه پنجکن بوده است. رئیس جماعت سوجینه، مقامات شهر پنجکن و کارخانه زرافشان درباره حادثه صحبت نمی‌کنند. کارخانه استخراج طلای زرافشان که 70% طلای تاجیکستان را تولید می‌کند، برای حکومت اهمیت خاص دارد. 70% از سهمیه‌های این کارخانه در اختیار شرکت چینی زیجین و 30% دیگر در دست حکومت تاجیکستان است. فعالیت این کارخانه به خصوص پرتابگاه‌های آن نگرانی ساکنان اطراف آن را به میان آورده است. آمادگی دانشجویان یا مارشراف که بخشیده به 35 سالگی استقلال تاجیکستان در شهر دوشنبه آغاز شده است. چند دانشجو در صحبت با رادیوی آزادی گفتند بخش اساسی مارشراف که در باغ استقلال دوشنبه می‌گذرد. قرار است مارشراف که دانشجویان تا 9 سپتامبر ادامه کند. سورج چهارشنبه زاده، معاون رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش، قبلا گفته بود بیش از 100,000 جوان در این مارشراف که در شهر دوشنبه اشتراک می‌کنند. جلب هزاران نفر برای آمادگی به تجلیل عید و جشن‌های دولتی در گذشته تنقیدها را به میان آورده بود. منتقدان این تصمیم باور دارند که مارشراف که میراثی مانده از دوران شوروی سابق است و باید از آن دست کشید. در همین حال پلیس دوشنبه اعلام کرده است که شروع از 1 آگوست حرکت در بعضی از کوچه‌های پایتخت از جمله خیابان حافظ شیرازی از ساعت 6 تا 11 محدود می شود. وزارت دفاع تاجیکستان هم اعلام کرده است که به مناسبت 35 سالگی استقلال گذشت نظامی برگزار می شود. کمیته دین و تنظیم عنعنه سر و صدا را درباره تعیین جریمه برای فرستادن نوشته جمعه مبارک در تاجیکستان رد کرد. در پیام رسان واتساپ صدای مرد پخش شده است که در آن گفته می شود گویا در تاجیکستان برای ارسال و بازنشر پیام‌های مثل جمعه مبارک جریمه‌های سنگین پیش بینی شده است. بسیاری از کاربران این صدا را به رادیوی آزادی هم فرستاده پرسیدند که آن تا کجا اساس دارد. کمیته دین و تنظیم عنعنه در واکنش نوشت که این آوازه هیچ گونه اساس واقعی ندارد. یک منبع در مقامات کارهای داخلی به رادیوی آزادی گفت تحقیق دارند که پیام از سوی کی فرستاده شده است. قبل از این مقامات تاجیکستان ریش‌تراشی مجبوری و صحبت با زنان حجابدار را رد کرده بودند، ولی نمایندگان بعضی از سازمان‌های مخالف حکومت گفتند این معرکه همچنان بی سر و صدا ادامه دارد. چند سال پیش پهن کردن نوشته جمعه مبارک میان کاربران تاجیک شبکه‌های اجتماعی رایج بود، اما حالا بسیار کم به نظر می‌رسد.